میشه که احیانا زن پیغمبر کافر باشه مثل که زن نوح علیه السلام بود، لکن فاسق و فاجر و زناکار نبود. چه؟ لکن زناکار و فاجر نباشه. مثل که هند خانم ابی سفیان کافر بود، پس آن مسلمان شد. وقتی که آیت زنا نازل شد که یک زن آزاد زنا میکنن، پس احیانا وقت کافر می باشه لکن با شخصیت زناکار نمی باشه. ولی یگان وقت کسایی می باشه که مثلا چطور تو یک زن زناکاره باز قصه از ارتباط میده به یوسف علیه السلام، باز یوسف علیه السلام میره دوست داشت، سر از عاشق بود، باز پس جوان میشه، باز پس همراه ازدواج میکنه. کلش گپ زدن و مداخله در غیب است. از این خاطر کسی که به این عقیده بمره، با این عقیده بکنه، از عقیده اسلامی خارج است. باید این عقیده خود قصه های پیغمبران را مطابق قرآن بفهمند. به هر صورت از این خاطر در قصه های پیغمبران چی هست؟ در قصه های قرآن عقیده هست، حفظ ادب از با الله، حفظ ادب از با پیغمبران الله، حفظ ادب از با